فرزاد داداش نگاه آخرش همه اون توی قد جا میخوابیم ما. آخرش همه من حساب یه بار دارن لوله گاز میکشن. ما لوله گاز بود. یه روز بهش گفتم ننه یه دعای مشتی واسه من. دستش اونجوری ننم برد بالا و خدا میخوام که خدا بهت یه خونه ای بده که پول پیش و اجاره ندی. گفتم دمت. گفت از خدا میخوام که یه جا باشی مفت بخوری و بخوابی. گفتم دمت بیا عجب دعای. گفتم ننه سومی چی؟ سومیه‌رم بگو دیگه. گفت خدا میخوام که همیشه اطراف خونت بادیگارد باشه. تو عجب دعای مشتی کرد. خدا سر شده 10 روز بعد من رفتم زندان.